اگه روزی 30 صفحه کتاب بخونی، بعد از 1 ماه چه اتفاقی برات میفته؟ هفته اول فقط خوندن 30 صفحه باعث میشه ذهنت با تمرکز طولانی‌تر درگیر بشه. وسوسه چک کردن گوشی و حواس پرتی زیاده، طوری که حتی تموم کردن همون 30 صفحه هم بعضی روزها برات سخته. هفته دوم کم کم مطالعه برات طبیعی‌تر میشه. سرعت خوندنت بیشتر میشه، کمتر رشته فکرت رو از دست میدی و اطلاعات جدید راحت‌تر توی ذهنت میمونن. برای همین خوندن دیگه مثل هفته اول خسته کننده به نظر نمیرسه. هفته سوم اینجاست که نتیجه خودش رو نشون میده. تا الان حدود 630 صفحه کتاب خوندی، یعنی تقریباً 2 کتاب کامل. دایره لغاتت بزرگتر شده، موقع حرف زدن راحت‌تر منظورت رو بیان میکنی و ارتباط بین مطالب مختلف رو سریعتر پیدا میکنی. هفته چهارم حالا نزدیک 900 صفحه مطالعه کردی، یعنی حدود 3 کتاب کامل. اطلاعات بیشتری داری، دید بازتری نسبت به قبل پیدا کردی. حالا از مغزت یه ماشین یادگیری ساختی، چون فکت ویژن رو فالو کردی که هر روز یه چیز جدید یاد بگیری.